تشکر زیاد. دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم. دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم. دوباره زمزم ساز آمدم. سلام عزیزم. ای بنده بیا به زیارت جام رویم. ای بنده بیا به زیارت جام رویم، زیرا که رسول گفته باشد تماشا مبارک است. السلام ای یاری جان، دل مشتاق دیدار شماست. بلبلی دل پاره گل برگی رخسار شماست. شکری آن را می کنیم، دل ما از سنگ نیست. بحر یار و دوستان کاشانه ما تنگ نیست. ای آرزوی جانم، از ما سلام بادد. ای راحتی روانم، از ما سلام بادد. ای باد عنبری روی گر بگذری از این کوی، بر گوش داماد و عروس گو از ما سلام بادش. سلام گویم اول نامی خدا گویم، به پیغمبر دعا گویم. اولا السلام علیکم مهمانانی از دور و نزدیک آمده. من شخصا از نام خود، از نام کلی هنرمندان اینجا حضور داشتم، داماد و عروسی نازنین جهانگیر جان و گل عروسک نازنینش فرزانه بانو، که امروز این دو نوجوان توی دامادی و عروسی دارن. از صمیم قلبی جوانی تبریک و مبارکباد گفته بهرشان تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم. خدا کند که با آمدی گل عروسک نازنین در این خاندان همیشه شادی و نشاط پی هم باشد. و بگذار دوستانی عزیز، همان کبوتر بخت این دو نوجوان در آسمان بی‌غبار زندگی جهانگیر جان، کبوتر بختتان همیشه بلند پرواز باشد. چون میگن صدای تارونای آمد خوش آمد، صدای تارونای آمد خوش آمد، و گردش جامی می آمد خوش آمد، و روی خاندان پاک دامن عروسی نیکی آمد خوش آمد. همه دوستانی عزیز، خدا یا داماد عروسی نازنین را شاد گردان. خدا یا داماد عروسی نازنین را شاد گردان. هر دو را از درد و غم آزاد گردان. صاحب توی را امانش ده، خصلتی خیز در مکانش ده. من نمیدانم در دل او چه مقصود است. ای خدا، هرچی میخواهد همانش ده. و نگفته نماند از نام پدر شادآباد اکای ظفر که امروز در اینجا حضور ندارم، جگرمندشان به این روزی خرسندیشان تبریک و مبارکباد میگوییم. و جهانگیر جان میگه که هر پدر را با هنر باشد پسر، نامبردار پدر باشد پسر. بد کند آنی که بنیادش بد است، نیک را جان و جگر باشد. انا همین پسر هر پدر را مشکل آید بسر، ای کاش مشکلش را چاره‌گردان باشد پسر. بار دیگر داماد عروسی نازنین تبریک و مبارکباد میگیم. داماد عروس و نمان تخت شاهانه خود بنشینید، عاشقانه بنشینید، چون که امروز به خاطر شادباش گفتنی شما، به خاطر شادباش گفتنی این خاندان بهترین هنرمندان، بهترین راویشگران و بهترین نوازندگان حضور دارند که همه با اسباب‌های تکنیکی و نفسی و ضربه تحت یک راهبری هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمندی که با نهمان سرودهای عاشقانه و عارفانه و شوخیانه خیش در دل مخلصانش راه یافته است روی صحنه. با نهمان قرصک‌های پرماج شما عزیزان دل، بابا رجب برابر میگیم بابا رجب صدایت اهل دلها را خوش آید.
صدایت اهل دلها را خوش آید، گریه دردمندان را کش آید. بابا رجب غزاخان بلبل بسیار دیدم، ندیدم بلبل نمیستد. مرحبا